سلام همه دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این ویدیو قرار هست یه خودکار خیلی جذاب از یک برند با سابقه ژاپنی رو با هم بررسی کنیم. قبل از اینکه بریم سراغ این نوشت افزار جذاب، لطفا یادتون نره کانال ما رو سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو بزنید و اگر کامنتی دارید در بخش کامنت ها بنویسید. خب همونجوری که عرض کردم، یک خودکار خیلی جذاب و خیلی خاص هست از یک برند با سابقه ژاپنی به نام تومبو که این برند کارش رو سال 1913 در توکیو شروع کرده. مثل برندهای ژاپنی دیگه بسیار محصولات با کیفیتی تولید میکنه. واقعا ژاپن یکی از پیشتازان اصلی صنعت نوشت افزار هست. واقعا محصولاتی که درست میکنه، تولید میکنه، بسیار خلاقانه و با کیفیت هست. خب این خودکار هم از این قاعده مستثنا نیست. یک خودکار خیلی جذابه، یک قابلیت‌های خاصی داره. قبل از اینکه من خودکار رو از نزدیک نشون بدم، جعبهش خب یک جعبه ساده معمولی هست ولی مشخصاتش روی جعبه نوشته شده. شعار تولید این خودکار این بوده که بتونه write anytime anywhere داشته باشه، هر جا و در هر زمان این قابلیت رو به شما بده که بتونید ازش برای نوشتن استفاده بکنید. رو جعبهش نوشته که شما حتی میتونید در دمای منفی 5 درجه از این نوشت افزار استفاده بکنید. حتی خودکار رو به بالا هم بگیرید، برعکس بگیرید، بنویسید، باز هم قطعی در نوشتن اتفاق نمیفته و حتی اگر توی محیط خیس رو کاغذ خیس هم بخواید باز هم میتونید بنویسید. یه چیزی تو مایه های اسپیس پنی که تولید میشه، ولی خب اسپیس پن در حقیقت یک خودکار گران قیمت هست. این خودکار قیمتش بسیار پایین تره، یه چیزی هلوشه 7-10 یورو میتونید شما این خودکار رو در واقع تهیه بکنید. خب اصل خودکار اینجاست. یک خودکار جمع و جور و کوچولو، بدنه پلاستیکی هست. یک گیره خیلی جالبیه، شما تا اینقدر باز میشه و به راحتی این قابلیت رو به شما میده حتی توی جیب کاپشنتون بذارید. این نشون میده که خب این خودکار این آمادگی رو داره که شما هر جا بخواید همراهتون ببرید، تو جیبتون، سر کارتون، هر جایی همراهتون باشه. همونجور که عرض کردم بدن پلاستیکی هست. یک سکشن خیلی خوبی داره، قشنگ تو دست جا میشه. حالا برای من که دستم یه مقدار بزرگ هست، این اندازه خیلی اندازه مناسبی برای دست من نیست، ولی خب برای همچین خودکاری که بتونه همه جا ازش بتونید استفاده بکنید، به نظر من اندازه شاید معقولی داره. این قابلیت رو میده که شما خیلی جای زیادی، فضای زیادی اشغال نکنه و شما همراهتون ببرید. خب مکانیزمش به این شکل هست که با فشار دادن این بخش بالایی هوا تزریق میشه به جوهر و در حقیقت راه نفوذ اضافی هوا رو میده و شما به خاطر همین اگر این خودکار رو برعکس هم بگیرید باز قابلیت نوشتار رو داره. توی این تصویر فکر کنم مشخص باشه. این زایده پلاستیکی هوا رو تزریق میکنه و وقتی فشارش میدید احساس نمیکنید که اتفاق خاصی داره میفته. خیلی نرمه، خیلی راحت میشه کلیک کرد و به راحتی این مغزیش میاد بیرون و آماده نوشتن میشه. خیلی راحت. فکر میکنم شاید اینجوری یه مقدار مشخص تر باشه. خیلی ساده و نرم، خیلی راحت آماده نوشتن میشه. من میتونم مغزیش رو به این شکل هم بیرون بیارم. مغزی کوچیکی داره که قابل تعویض هست البته و اصل مکانیزم این چیزیه که این وسط هست و نمیتونم من بازش کنم. خب به راحتی در جای خودش قرار میگیره. خودکار خیلی جذابیه به نظر من، خیلی کاربردیه، علل خصوص مثلا کسایی که در صنعت کار میکنن، محیط آلوده‌ای دارن، محیط کثیفی دارن یا جایی که خیس هست، این خودکار میتونه خیلی کاربردی باشه برای اونها. من در ادامه یک نمونه با این خودکار مینویسم و خدمتتون نشون میدم. خب خدمتتون هستم با یک نمونه نوشتار این خودکار جذاب. همونجوری که عرض کردم این خودکار تومبو هست.
مدل ایرپرس و یک خودکار از نظر نوشتاری شاید یک خودکار ساده باشه و خیلی قطر یکسانی داره، راحت می نویسه. اندازش همونجوری که تو بخش قبلی هم عرض کردم شاید برای دستای بزرگ خیلی مناسب نباشه، ولی اینها برای نوشتن طولانی مدت طراحی نشدن، فقط برای شرایط نوشتن در شرایط خیلی خاص. بنابراین فکر نمی کنم مشکل خاصی ایجاد بکنه نوشتن باهاش، ولی بخش سکشنش بسیار به نظر من راحت و مناسب هست و اصلا دست خسته نمیشه. امیدوارم این خودکار رو تهیه بکنید، از نوشتن باش لذت ببرید. لطفا یادتون نره کانال ما رو سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو بزنید و اگر کامنتی داشتید در بخش کامنت ها بنویسید.